بچه ببینید یه چیز بگم. تو ایران خب کسایی که واقعا به نتیجه نرسیدن و موفق نشدن، یعنی 80% کسایی که موفق نشدن تو ایران رقابت رو منفی میبینن، یعنی رقیب رو فکر میکنن یه چیز منفیه. خب ولی اون 20% که داخل ایران هستن و اون 80% که خارج از ایران دارن کار انجام میدن و موفق شدن، باعثشون اون رقیبی که بوده. خب و همیشه رقابت یه فرصت طلایی میبینن که بتونن پیشرفت کنن. مثل این میمونه من بگم آقا مثلا دارم همیشه روزه، خب مثلا روز دیگه معنی نداره، یا مثلا دارم میگم خوبی هست ولی بدی نباشه، خب مثلا اون خوبی دیگه معنی نداره. متوجهی؟ و اگه رقیبی نداشته باشی تو نمیتونی بگی کار من خوبه و هیچ وقت هم پیشرفت دیده نمیشه و بالا بودن اصلا دیده نمیشه و اونجایی که نمیشه درآمدزایی کنی. مثلا دارم میگم رقیبم داره فلان کارو میزنه، من میگم آره بیشتر میگیرم بهتر از این میزنم. خب اینجوریه که میتونی با رقابت پول بهتری در بیاری و همیشه سعی کن رقیب داشته باشه. حتی اگه رقیب نداری رقیب سازی بکن، خیلی خوبه.